ماینکرافت. ولی جنگ رخ داده. جنگ یا چیه؟ 1000 تا آدم در اومدن، آدم واقعی نیستن ولی رباتن، میخوان منو بکشن، ولی من میخوام یه خونه ای درست کنم که از دستشون راحت باشم. خب میرم چوب بکنم الان. چون طولانیه. خب طولانیه. این ور نگاه میکنیم ببینیم اون آدمای بیشرف اونهاش با اونجا دیدمشون. بعد چوب بکنیم. چون طولانیه اینجاشو من ادیت میکنم براتون. خب حالا اینجا داریم تفنگ‌ها رو نگاه کن. عجب چیزای عجیبی هست، اصلا اینا رو تا الان من تو عمرم ندیدم. نشونه داره تفنگه، آخه عجیبه. خب چوب کندم، میخوام فینش همشیر رو بس کنم. بابا آخه اونا کلن دوتا میزنه به آدم میمیره، آدم نمیتونه آدم جذبش کنه. حالا چوبام بردارم. خب برم یکم سنگ بکنم. دارم سنگ میکنم. بعد از سوالا تونستم یه دونه پیککس درست کنم. خیلی خوشحالم. شوخی ما مگه موز اسکلم مگه؟ خب سنگا رو بکنم. برم بیرون. برم خونم. وای بدبخت شدم، یکیش داره من میزنه. وای جرم داد. وای بودو. بالاخره ببین نوش با اون جده یارم. نوش داره میبینمش. بیناموسه. بذار باز کنیم ببینیم چیزش چیه واکنشش. داره میاد. مسخرهش کردیم بیچاره رو. خب ویدیو یهویی بود، به نظر من که خوب بود. میخوام حالا یه دونه پیککس سنگی درست کنم. البته اولش یه شمشیر درست میکنم بعد پیککس. 2000 years later. وای کم دارم. خب حالا میگم یکم چوب بکنم اگه اون بره رفت. بودو برو چوب بکن بودو. میخوام چوب های خونم بکنم. نه بابا مگه موزم. دارم میکنم. حالا صدای تیر میاد، از کجا میاد؟ تیر نبود زامبی بود. خب حالا دارم دنبال یکی از اون بیناموسا میگردم. وای گوسفندا رو با اینا میتونم 20 تا تخت درست کنم اگه نمیرم. آره نمیمیرم. بودو. وای یکی داری منو میزنه بدبختم ها. بودو به چخ رفتم. خب اوی داده جلوی درمه. الان من باید یه کاری کنم اینو بکشم. البته من واسه دشواری نداره، میکشیمش، سخت نیست. اینجا رو بکنم یه نقشه شومی تو سرمه. بیناموس دادقش، من الان بشینم تو هیچ کاری نمیتونی کنی. آهان بیمیر مرد. تفنگشو بردارم. تفنگشو وای تفنگشو بالاخره به آرزوم رسیدم. یه تفنگشو پیدا کردم. وای عجب تفنگ خوبیه. به آرزوم رسیدم. خوش به حالی که با آرزوت رسیدی. خب چرت پرت بود. خب حالا یه دونه تیر دارم کلا از 10 تا. خب حالا میرم ببینم میتونم چوب بکنم.
چقدر طولانی کندن این چوبا بدون عکس. خب من الان تو خونمم که یکی از اون بیناموس منو نزنه. داشت ناموسن؟ میرفت اینجا جام امنه. با الان از جا من برم جام امنه. تو اینجا قایم میشم جام امنه. آهان برم پایین. بودو برم خونه. همینو بستیله. همینو کفایت میکنه. بذار من بسازم. ساختم. خب استیک بسازم. میخوام یه دونه پیککس بسازم. چرا چوبی پسنگی قرار بود بسازم؟ اشتباه. عجب انگولیم. به جای اونو میذارم. الان سنگیشو میسازم. اونجا تو اون گار آیرون دیده بودم. میرم اونا رو بکنم. فکر کنم یه 10 پیستا میشونه. امیرال دیدم. 1000 تا چیز دیدم. هنوز میرم بکنم. وای اسکلتون. وای له شدم. وای حسین کشته شد. بابا شانس نیست. بودو. هیچ اسکلتون هم نبود. بودو. الان میکشمش. جیرت میدم. با فکر نکن من. آهان بخور. تریاک فروش صدام کردی یه واشکی نگام کرد. تریاک فروش صدام کرد یه واشکی نگام کرد. میدونست که معتاد هستم. تریاکو داد به دستم. گذاشتمش رو سینه. تریاک فروش ببینه. تریاک نجات پیدا کردیم. آیونا رو بکنم. آیونا رو طولانیه. بزنم بگم. خب حالا وای تیرمون تمام شد. نو عمویی در کار نیست. وای با یکی تفنگی که اونو کشتم بزنم. اینم تمام شد گلش. از این ور بگم خونه چون یه دونه جونم مونده کلن و هر لحظه ممکنه بمیرم و مردم. خب حالا میرم وسایل من جمع کنم. نمیذاریم بی‌ناموس دلغک. من باید با این سر کله بزنم تا لباسام بگم. بیا باز مرد. برو لباسامو بگی بابا. من ریدم تو این شانس. فشاری شدم. بعد از سالها اومدم اینجا. بیا گوله تفنگم تمام شد. بی‌ناموس. اونو داره میاد منو بزنه. وای عجب بی‌ناموسیه. وای بودو برو خونه. برو. چه خوردم بابا. اینم شانس منه دیگه. مردم. بیا بازم مردم. میزم برم وطنم. من دارم این نفر که من وای برداشتم مسئولم. بعد از سالهای دور. بعد از سالهای نوری. بعد از سالهای شمسی تونستم وسایلم بگیرم. یعنی اینقدر فشاری شدم الان میخوام پاشم لپتاپو بگیرم از وسط نصف کنم. کامپیوتر رو بگیرم از وسط نصف کنم. بزنم همه جا رو داغون کنم. بیا اسکلتون. بابا اصلا اینا نباید الان اینجا باشن. وقتی که من 3-4 تا آدم اسکل اومدن منو با تفنگ میزنن. اینا نباید اینجا باشن. مشکل دارم بی‌ناموسا. اینا الان نباید اینجا باشن. اسکلتون نم زامبی نم کریپر اینا الان نباید باشن. اعصابم خورد شد. پیرم خونه استراحت کنم. انقدر حرف زدم. انقدر زیر زدم. حرف زدم. بذار چستم و نصفشم خالیه. تفنگایی که دارم هم هیچ کدومشون گوله ندارن. اونا زدنی گوله دارن ها. فقط من زدنی گوله ندارم. یعنی زره بسازم. با زره برم دیگه. این دفعه بمیرم دیگه کامل در میام. با زره میرم لهشون میکنم. زره میگیرم همشونو میکشم. همشونو. من خودم تو جنگ جهانی استادم. جنگ بشه من خودم استادم. تفنگمو چقدر درازه. دوربینش خرابه فقط. تفنگا رو جاسوس کنم. فقط شمشیر کافیه. با شمشیر برم اون وسایلایی که اونجا ریخت و بردارم.
مثلا که اونجا ریخت. بعد همشونم بکشم بشم شاه. اونا رو بردارم برم. اوهو یه ساعت هم طول میکشه اونو از اونجا بکشم به این و بعد وسطش تو آیرون بذارم هنوز. خب حالا میخوایم بگیم به جنگ اون بی‌ناموسای دلغک. این دفعه انصافا لهشون میکنم بذار همیشه رو بککس برام کافیه. من خودم شاهم شاه. خب بریم ببینیم چی میشه. ناموسن؟ ببین اون روشن اونا با بی‌ناموس. بابا چه جوری؟ خب ممنون دوستان تا اینجا ویدیو من تماشا کردید. اگه خوب بود نظر بنویسید، اگه بد بودم که هیچ. لایک و سابسکرایب یادتون نره. خدا نگهدار.